یادمه که حاج حسین الله‌کرم اومد برای این بوسنی، اینا اومد در خونمون، گفتم حاج حسین بوسنی؟ گفت آره. میگه رفت بیرون اینها بود، خانومم گفتش که ها چه خبره باز؟ سفیر حاج گفت سفیر مرگ اومد باز. گفتم که نبود. گفت کجایی؟ گفتم میخوام بریم بوسنی. گفت بوسنی؟ بعد اون موقع بحث همین که آقا سر دارن میبرن و فلانی. گفتن نه نترسین، ما دیپلمات داریم میریم بیرون. زد خانمم زد زیر خنده. دیپلمات؟ گفت سعید قاسمی دیپلمات میخواد. شما اونجا نقشتون جهادی بود، نظامی بود، مستشاری بود؟ الان دیگه میشه گفتش که نقشی بود، چون دیگه همه الان میدونند اینها. ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفته. این هلال احمر پوشش بود، مستشاری نظامی بودید؟ دیگه همه چون آمریکایی‌ها تو کتاباشون نوشتن، اینا مدارکمون اینا رو نوشتن.